روغنی میخوام بهت معرفی کنم که ضد درده. اگر روماتیسم داری، اگر آرتروز داری، یه هفته از این روغن استفاده بکنی همه دردات از بین میره. واقعا به این زودی اثر میذاره؟ چقدر طول کشید تاثیرش؟ یه ثانیه هم نشد. الان کلا دردتون آره به خدا واقعا من تا به حال این همه دکتر رفتم اینجوری تاثیر نداشته. نه انگار خم شد جانمون. الان راحت تری؟ من این زامی سمت چپم خم نمیشد اما الان نشستم. اصلا اینجوری چهارزانو نمیتونستم بشینم. درسته. چقدر طول کشید دردش بیفته؟ درد کمرم که افتاد. من این زانو اصلا خم نمیشد. نمیتونستم چهارزانو بشینم اما الان میتونم بشینم. نه درد شدید داشتم الان درد ندارم خیلی ساکت شد. قبلا قسم میتونید دستتون اینقدر راحت بیارید پشتتون؟ اصلا نمیتونید راحت بیارید. تزریق آمپولی هم داشتم نمیومد بالا. الان راحت دستتون میاد. آره میاد. آرتروز گردن، سیاتیک کمرمه. تو ساعتا چند وقتی درد کم من 24 ساله درد زانو دارم. مشکلتون چیه؟ من کتفم درد میکنه. یعنی در حد 2 دقیقه ماساژ میدید تاثیرگذاری سریعشو میذاره. نمیدونم داره داغ میکنه. دردی نداره. دردش کاملا افتاده. درد نداری؟ نه درد افتاده. درد تقریبا بله. فکر کنم شاید بگم 80% افتاد. خدا رو شکر. بهتر شد واقعا. اوکی. آره. خدا رو شکر. حاج محمد آقا دیدی چی رو میرفتم که بابا خدا پدرش نمیامرز عجیب چیز درست کردی. نه اینم درد نداره. الان کامل دردتون افتاد. جفتش دانو هم درد نداره. دست میزدم درد میگیره ولی درد نداره اصلا. خدا رو شکر. به بقیه هم اینو پیشنهاد میکنی؟ آره والله که پا درد داره والله